بیشتر صحبت میکنیم در رابطه با آقای فضل احمد معنوی، رئیس پیشین کمیسیون انتخابات. درود بر شما، خوش آمدید. تشکر. آقای معنوی، در آغاز اشاره بکنیم که از آغاز کار اعضای تازه کمیسیون های انتخاباتی چه کارهایی باید صورت میگرفت؟ تشکر از شما. سلام بینندگان تلویزیون. بدون شک که تغییرات در کمیسیون مستقل انتخابات یک گام نخست بوده، اما همه کار خلاصه به تغییر چند چهره نمیشه. ما انتظار داشتیم آنچه که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی روی از کار کرده بود که در واقع تغییرات در قانون انتخابات، در سیستم انتخابات و من جمله در اعضای کمیسیون مستقل انتخابات بوده. روی همه ازی باید اقدامات صورت می گرفت. ما امروز شاهد اصلاحات بیشتر می بودیم. با بسیار تأخیر فقط کمیسیون وضع شده و چند چهره‌ای که در رأس کمیسیون به عنوان اعضا و رئیس بودین، با آنکه اصلی کار در بدنه کمیسیون از زیر نام دارالانشا یا به اصطلاح دبیرخانه که باور مایی است که کدام تقلباتی هم که صورت گرفته بیشتر بالاثر کار کارمندان کمیسیون بوده تا اعضای کمیسیون. البته ما که اعضای کمیسیون را ملامت میدانیم چون سکوت کردن، اداره درست نتوانستن و باید استقامت میدانند دارالانشای کمیسیون که این کارا رو نتوانستن. تا حال تغییرات لازم در دارالانشای کمیسیون به وجود نیامده، از رئیس دارالانشا گرفته تا معاونینش تا رئیسا و تا هم مسئولین ولایتی که هر یکی در انتخابات اهمیت خاص خود دارد. در این مدتی که گذشت ظرفیت این وجود داشت که این کارها صورت بگیره؟ اگر حکومت مطابق به تعهدات خود عمل میکرد بله، چون در موافقت نامه سیاسی موضوع مهمش اصلاح نظام انتخاباتی بود که تغییر در کمیسیون انتخاباتی هم جزئی از اصلاح بود. انتظار وی میرفت که متصل آغاز کار حکومت باید اصلاحات روی دست گرفته میشد. بسیار به تأخیر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ساخته شد. وقتی کمیسیون نظام اصلاح انتخاباتی کارایی را انجام دادن و بسته پیشنهادی را به حکومت پیشنهاد کردن، انتظار میرفت که با تعهداتی که حکومت داره متصل ازی باید گام‌های عملی را بردارد. اما مشخصا اعضای جدید کارهایی که شما اشاره کردین که باید در این مدت انجام میدادن، این مدت بسنده بوده برای اینکه شروع بکنن کار خود؟ این مدت یک مدت بسیار کوتاه است. فکر میکنم هنوز کمیسیون بالای ساحه کاری خود حاکم نشدین. هنوز نمیفهمن از کجا آغاز بکنن، چون دارالانشای کمیسیون یک نهاد بسیار مهم، تاثیرگذار و اساسی در کمیسیون انتخابات. شما اشاره میکنین که نمیدانن که کار خود از کجا آغاز بکنن، یعنی کسانی که انتخاب شدن برای این کمیسیون ها افرادی نیستن که مسائل تکنیکی انتخابات و کارهای مشخصی که مربوط به آوردن اصلاح در انتخابات میشه و مربوط خودشان هستن نمیدانند. یک چیز واضح است که اعضایی که راه یافتین به کمیسیون های انتخاباتی از تجربه لازم برخوردار نیستن، تجربه انتخاباتی ندارن، عملا در انتخابات کاری نکردین به استثنای یک نفر که به عنوان رئیس پیش مقرر شده که یک تجربه نسبی انتخاباتی را داره، یعنی در سطوح بالا و تصمیم گیری کار نکرده، البته در سطوح اجرایی. طبیعی است که برایشان دشوار است که تا وقتی که یا بالای اوضاع انتخاباتی یا سیستم انتخاباتی یا کار انتخاباتی یا حاکم شوند، هنوز فرصت دارند. با توجه به همین صحبتی که شما میگین که به اندازه کافی تجربه هم ندارن، اما نهادهای ناظر انتخابات اشاره میکنن که پیشنهادهای مختلفی را در این بحث برشان داشتند. چرا این پیشنهادها برشان صحیح گذاشته نشده و یا اینکه برش توجه نشده که بتونه به کارشان تاثیر ببخشه؟ نقطه مهم یا بحث با اهمیت همین موضوع است که ما انتظار نباشیم که کمیسیون یا اعضای جدید را یافته چگونه کار خود انجام میدن و ما فقط ناظر باشیم به اعمال از یا باید یا را کمک بکنیم اگر واقعا یا این فرصت ها را ایجاد بکنن. اتفاقا ما یک روز قبل به کمیسیون انتخابات رفتم با همه مخالفت هایی که نسبت به نظام و حکومت و سیستم و انتخابات گذشته داشتیم رفتیم و به یا وعده همکاری کردیم و گفتیم که اگر کدام همکاری که بنا به تجربه هایی که ما در گذشته داریم در کمیسیون انتخابات ضرورت داشتیم ما در اختیارتان قرار میدیم و باور من این است که کمیسیون انتخابات بعد از نهادهایی که
در عرصه انتخابات کار کردین، از نهادهای جامعه مدنی استفاده بکنن، از سیاسیون استفاده بکنن. انتخابات یک برنامه سیاسی است. بانک کمیسیون انتخابات کار خود تکنیکی و حقوقی انجام میده، اما در محور سیاست میچرخه. سیاسیون افغانستان باید دخیل بسازند، اعضای ارشد، رهبرای سیاسی را باید در قضایا دخیل بسازند، دعوتشان بکنن، مشورهایشان رو بگیرن، دیدگاهایشان رو بگیرن و بگوین که شما توقع و انتظارتان چی است. ما در روزهای اول حرفایی را از آدرس کمیسیون انتخابات که تازه به کار آغاز کرده بودن میشنیدم که امیدوار کننده بود. بانک ما باور نداشتیم که بحثا را حکومت امرایشان موافق باشه، اما در این روزا میبینیم که آرام پس سکوت میکنن یا عقب نشینی میکنن از بحثایی را که عنوان کرده بودن. اگر واقعا یا کار خود بی‌طرفانه و بدور از مداخله سیاسی انجام ندن و من حیث مامور حکومت عمل بکنن، من امروز میگم که یا ناکام هستن، هیچ گونه موفقیت نمی داشته باشن. کارهای اساسی و کلانی که برای شفافیت انتخابات کمک میکنه در اراده حکومت موجوده نیست. به طور قطع من نیت حکومت همه فهمبان که نیت کمیسیون موجوده شاید بد نباشه، اما چقدر میتونن دیدگاه خدا، اراده خدا برای حکومت تحمیل بکنن هنوز من شک دارم، ولی امیدوار هستیم که بتونن یا گامای استوارتری را بردارن که باعث اطمینان و اعتماد در بین عامه مردم شوه و همین اعتبار از دست رفته یادش. آنطور که شما هم اشاره کردین، کمیسیون نشان میده که اراده جدی را برای کار داره و خودش هم اشاره میکنه که مردم نسبت به کمیسیون های انتخاباتی با توجه به تقلبی که در گذشته صورت گرفته بی‌اعتماد شدن. حالا این کمیسیون چه کارهایی را باید انجام بده که دوباره این اعتماد از دست رفته به دست بیاره؟ کار اولش عادی است که بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که بالاش کار کرده این را در روی میز بگذارن، اولویت بندی بکنن و بگوین چند فیصد از این بسته پیشنهادی را میتونن که عملی بسازن و کدام کارش مهم است که روی از اون متمرکز کار کنن. دو، در قانون انتخابات گذشته که هنوز به قوت خود باقی است، من حیث قانون بحث حوزه های انتخاباتی که هر رای دهنده به حوزه خاص انتخاباتی وصل باشه یا لیست رای دهنده به اصطلاح باید ساخته شود. روی ازی باید کار بسیار معذرت آقای معنوی، صحبت شما رو قطع میکنم. باید اومد صحبت خوش آمدید. میشه ادامه بدین آقای معنوی صحبت های خود، کارهای لازمه که باید انجام بشه برای اعتماد از دست رفته؟ یک کار خانگی بسیار سخت و دشواری را حکومت در گردن کمیسیون موجوده انداخته که ما باورم است که از توان کمیسیون هم بیرون است، در شرایط موجوده از توان هر کس دیگه بیرون است که کوچک ساختن حوزه های انتخاباتی است. اگر این کمیسیون موجوده هیچ کار دیگه هم نداشته باشه، هیچ درد سر دیگه هم نداشته باشه، کفایت میکنه می درد سر برشان که سر کوچک ساختن حوزه ها کار بکنن. اگر این کار کردن به دشواری های روبرو میشن، هم لحاظ تکنیکی، هم لحاظ سیاسی و هم لحاظ اجتماعی که بسیار دشوار است که از زیر بار ازی براین. سفارش مبیایی است که در این عرصه زیاد دست نزنن، چون فرصت های زیر هم ندارن و باید برن به طرف کارهای اساسی. کارهای اساسی اول ساختن لیست رای دهنده است که کار حتما بکنن. یک سروی دقیق و مشخص از حوزه های از مراکز انتخاباتی است که هنوز باور مایی است که در طول چندین انتخابات ما مراکز خیالی داشتیم که همیشه نتیجه انتخابات تانسته تغییر بده. روی ازی باید متمرکز کار بکنن، یک سروی درست صورت بگیره که مطابق با نیازمندی ها و نفوذ هر منطقه باید مراکز انتخاباتی پیش بینی شود و بالای سند معرف هویت که به اصطلاح کارت رایدهی است که ما در چند دوره‌ای که کارت رایدهی توضیح کردیم غیر معیاری است، غیر اصولی است، هیچ گونه تضمینات امنیتی نداره، به اصطلاح که کسی نتونه شبیه حضور بسازه و متاسفانه ما یک قسمت اعظم از این کارت ها را ثبت دیتابیس خودم نداریم. حالا که شما میفهمید که انتخابات ها برای هر یکی از انتخابات ها یک تعدادی از کارت های تضمینی ضرورت است که افراد و اشخاص باید به روی تزو بیاین، از یک شخص حمایت بکنن تا او راه پیدا بکنه در ریاست جمهوری، در شورای ولایتی، در ولسی جرگه. وقتی که کارت معیار نداشته باشه، در دیتابیس نباشه، چی میفهمیم که کدام شماره کارت واقعی است؟ حالان که در انتخابات های گذشته این موضوع جدی گرفته نشده و به همین دلیل بوده که
تعداد از کاندیدات انتخابات ها بسیار بالا رفته، هزینه را بالا برده. کسایی که بعدا معلوم شده که حتی مو فیصدیه که ده فیصدی نیامده مو رای را که به دست آوردین. پس اگر این مسئله جدی گرفته شود که واقعا یک سند معرف هویت که ثبت شود مو فرم و شست و انگشت و اسم و ولد تضمین کننده معین شود، ما باورم می است که تعداد کاندیدا را در انتخابات ها بسیار پایین میرد، به هزینه پایین میرد، چیزی که به افغانستان ضرورت ما داریم که یکی از موضوعاتی که در پلان استراتژیک پلان کمیسیون ما پیش بینی کرده بودیم که چگونه ما میتونیم هزینه انتخابات پایان بریم، یکی از راه پایان آوردن هزینه میست. پس باید سند معیاری تر بسازن، چون بیشتر روی تذکرهای برقی صحبت بشه که ما باور می است که یک موضوع غیر عملی است. تمرکز به این ما را از موضوعات مهمتر دیگه باز میمانه ولی هیچ عملی نمیشه. چون اگر ما امروز به فرضی که هنوز هم باور ندارم، چون مثل که 3 سال 4 سال پیش این بحث داغ بود ما باور نداشتم، امروز هم باور ندارم. اگر به فرض محال قبول بکنیم که امروز هم توزیع شروع شود، تا 5-10 سال ما نمیتونیم سراسر افغانستان تذکره الکترونیک توزیع کنیم، باز به اساس از ما بریم رای گیری کنیم. بنابراین توجه به چنین شرایطی چقدر ظرفیت در اعضای فعلی وجود داره که بتوانند حداقل کارهایی را انجام بدن برای داشتن یک انتخابات شفاف و اصلاحات وارده، و شما فکر بکنید چقدر این اراده در کل وجود داره؟ شخصیت‌های افغانی بی‌حرمتی نشه. اشخاصی که راه یافتن افغان هستند، تحصیل کرده هستند، حقشان است که بیاین هنوز کاری رو نکردیم ما قبلا قضاوت بکنیم. اما اگر یک تجربه های اداری یا تجربه های کاری در عرصه های مختلف من جمله بخش های سیاسی اگر یا می داشتن، خب امروز میتونستیم قضاوت بکنیم. چون اکثر از تجربه های کاری ندارن، شاید اگر استاد بودین از اون نمیشه آدم قیاس بکنه. به هر حال امیدوار هستیم. اما پیشنهاد می بود که قبول نشد، اصلا جدی گرفته نشد، ولی مردم ما به یاد داشته باشن که سرانجام به این نتیجه میرسن. پیشنهاد من بود که از طرفهای کلان، احزاب کلان، گروه های کلان سیاسی در کمیسیون انتخابات بیارن که یک چک بیلانس شود و آدمای صاحب شناخت و ظرفیت های کلان باشن، بیاین تا مسئولانه برخورد بکنن. بنام بیطرف میارن، ولی من یقین دارم که باز هر کدام به یک جنای تکیه میکنه و بسیار سخت از با حکومت ایره که همه چیز در کنترل اختیار خود داره. این مایکرو منیجر ایره که رئیس جمهور است، من شک دارم که بگذاره که کمیسیون انتخابات مستقلانه عمل بکنه. با چالش‌های مشخصی که برای کارشان اعضای جدید روبرو هستن اشاره بکنین و بحث شناسنامه‌های برقی چقدر مهم است برای اینکه بخشی از این اصلاحات میتونه کمک بکنه. این کمیسیون هر قدری هم که مجهز باشه، توانا باشه، حمایت داشته باشه، تا اون وقتی که حکومت امرایش همنوا نباشه هیچ کاری را کردن نمیتونه، گامی را گذاشتن نمیتونه. مهمی است که این کمیسیون موجوده چگونه میتونه قناعت حکومت فراهم بسازه. حکومت در این قسمت جدی‌تر حتی از کار به طور قطع ما اراده در حکومت اراده نیک نمیبینم، اما شاید این کمیسیون بتونه یا می حکومت متوجه شده باشه که یک بدنامی کلان داره از انتخابات گذشته با خود حمل میکنه. هر قدر حکومت دستاورد داشته باشه که متاسفانه نداره، اگر داشته باشه در نمیتونه می بار تقلبی را که به شانه خود حمل میکنن، نه در دور حکومتداری خود ایره میتونه جبران بکنن، نه در طول تاریخ افغانستان این مسئله قابل جبران است. به این وحشت ایره که ما در انتخابات گذشته پر سر گذاشتیم. ولی به هر حال اگر همین حکومت باز هم بگویه که بیا یک اصلاح بیاره که حداقل از این بدنامی ها چیزی کاسته شود، چقدر خوب است و این کار بکنه. با در این صورت اول حمایت حکومت، حمایت جامعه بین المللی که تمویل و بعضی موضوعات تکنیکی به اختیارشان است، حمایت از ضرورت است، حمایت جامعه مدنی خاصتا همون نهادهایی که مرتبط به انتخابات است، و از همه مهمتر شخصیت ها و چهره های برجسته سیاسی، خاصتا کسایی که در اپوزیسیون می باشند در مخالفت با حکومت. در تمام دنیا وقتی که بحث انتخابات میشه گپ اول اپوزیسیون میزنن، بیشتر دیدگاه اپوزیسیونی قبول میشه چون منتقد هستند. دیدگاه منتقد در بحث انتخابات جدی گرفته میشه تا سوا وقتی که انتخابات میشه سوال باقی نمانه. اما ما هنوز هم میبینیم که یک ترس وجود داره در این کمیسیون که بیاین با طرف های کلان روبرو شوند و دیدگاه و نظراتشان بگیرن.
این کمیسیون در همین مدت کاری خود باید تا حال چندین جلسه را همراه جریان‌های مختلف می داشتن. مثلا یک جریان کلان همی حراست و ثبات است و میرفتن امرایشان میدیدن، دعوتشان میکردن. در کمیسیون انتخابات یک امکانات وافر و وسیع را داره که هیچ نهاد دیگه نداره. یعنی ما به حد پول داشتیم که هر قدر مصرف میکردیم بازم پول ما داشتیم و یقینم دارم که اگر یا به اثبات برسانن که کار خود درست انجام میدن و دور از فساد و دستبرد مالی کار خود انجام میدن، ما باور دارم که دونرها، جامعه بین المللی امکانات وافر در اختیار زیاد قرار میدن. از این امکانات استفاده بکنن، مجالس بگیرن، محافل بگیرن، قشرها و گروه های مختلف از داخل نظام، از بیرون نظام، در سطح داخل، در سطح بیرون دعوت بکنن، دیدگاه و نظراتشان بگیرن و گامای عملی را بردارن. ما انتظار نداریم که همه کارا را یک جای انجام بدن. ما باورم نیست که یک موضوع را انتخاب بکنن بگن این موضوع جمله اساسی ترین کار هاست. مثلا لیست رای دهنده یا ووتر لیست، امیر ما میسازیم و بگن که پلانش اینطور هم نیست که چیزی در کمیسیون انتخابات نباشه. روی این پلانا کار شده، اسناد و سوابق بسیار زیاد وجود داره. مثلا در وقت کاری ما 3 سند به ارتباط ساختیم. حکومت وقت همراه ما موافقه نکرد، هم نوایی نکرد، مزاحمت کرد، موانع ایجاد کرد. با وجود که ما کمتر گپ حکومت گوش میکردیم ولی رسما مکتوب روان که کارتان متوقف بسازی. حالا برن از این اسناد استفاده بکنن، تغییرات دری به وجود بیارن و به مردم افغانستان بگوین که چقدر زمان میگیره، از کجا آغاز میکنن و این ارادهشون از این کار انجام میدن. روزای اول آمدن عنوان کردن، پس هم میبینیم این نوع عقب نشینی وجود داره. چون فکر میکنم تیورسنای تقلب که هنوز داخل حکومت هستن به نحوه اشارات خود رساندن که از این گپا بگذری. ما ترسم این است که یک بار دیگه ما برسیم به روز برگزاری انتخابات و هیچ گونه اصلاحی نیامده باشه. اگر خدای نخواسته ما رفتیم به انتخابات بدون از اینکه اصلاحات لازم به وجود بیاد، باورتان این باشه که وضعیت بدتر از آنچه خواهد بود که ما در گذشته شاهدش بودیم. در نهایتش اگر خوشبین باشیم که اراده جدی وجود داشته باشه و اصلاحاتی آورده بشه، پیشنهادهای مشخص شما برای اینکه کمیسیون‌های انتخاباتی بتونن اصلاحات وارد بکنند و در نهایتش یک انتخابات شفاف خود زندگی انسان روی همین امید است. به قول شما که امیدوار هستیم، اگرچه خوب میفهمیم که همین عقل سیاسی میگه هیچ چیز افغانستان رو به بهبود نیست و همگی تعلیلشون است که همه چیز خرابه، خاصتا انتخابات که یک تعداد بالاثر یک انتخابات ناسالم و ناشفاف آمدن امتیاز گرفتن. چطور ما انتظار داشته باشیم یا برن به طرف اصلاح نظام انتخاباتی؟ به هر حال باز هم امید خود ما از دست نمیدیم. اما ما شنیدم امروز که امیر خانم شما گفته که کمیسیون انتخاباتی کمیسیون شکایت انتخاباتی هنوز هیچ گونه نقشی را بازی کردن نمیتونن. کار از یا بعد از انتخابات هست که کار را انجام میدن و چیزی که بسیار به ما نو است و فکر میکنم بسیار وحشتناک است که به نام جرایم انتخاباتی چیزی را پیش بینی کردین و این از جمله دستاوردهای خودی حکومت میگه و این مسئله را هم واگذار کردین به سارن ولید. این به این معنی است که ما قوه مجریه را یا حکومت را به طور مستقیم در انتخابات داخل میسازیم. در این صورت نقش کمیسیون شکایت انتخاباتی نقش ضعیفتر میشه حتی بعد از انتخابات. همی که فعلا کدام نقش برجسته را نمیتونه بازی بکنه، بعد از انتخابات هم وقتی که پای حکومت داخل شد باید داشته باشه هموطنان ما که این یک فتنه جدید است که در بحث انتخابات وارد شده که این در واقع امو چوب تهدید حکومت بالای سر کمیسیون انتخاباتی و برگزار کننده های انتخابات و کارمندان انتخاباتی است. هرگاه به ذوق و میل حکومت کاری شده باشه، کار همه چیز درست است، هرگاه به ذوقشان برابر نبود باز پای سارنواری را داخل بکنن، نهادهای عدلی و قضایی را داخل بکنن، طبیعی در صورت پای پلیس میتونه داخل شود که میتونه انتخابات از مسیرش بیرون بکنه و یک ترس و وحشت ایجاد بکنه که هیچ یکی از اعضای کمیسیون و کارمندای کمیسیون نتوانند مستقلانه کار خود انجام بدن. خاصتا این کسایی که خوب گفتم میشه بی‌طرف هستن، حداقل بسیار تکیهگاه جدی هم ندارن. به مو دلیل بود ما میگفتم طرفدارها بیاین که تکیهگاهی داشته باشن، واقعا بیان مستقلانه بدرخشن. به هر حال وقتی که این اعضایی را که ما آوردیم از طرف دیگه چوب دولت به عنوان تهدید بالای سرشون باشه، چه انتظار می داشته باشیم؟ یا کار خود انجام داده میتونن یا کمیسیون شکایت انتخاباتی که ما گپایشون شنیدیم شاید یک اراده و نیت نیکی داشته باشه، نماییده نمیفهمند که نقششان در چه وقت بارز است و این نقش بارزشان هم چگونه
به تحلیل بردیم که او را دادن موضوع را به من حیث جرائم انتخاباتی و اون موضوع را به سارنوالی سپردیم که در واقع سارنوالی شما میفهمید که قانون اساسی افغانستان میگه که جزئی از قوه اجرایی هست و در اجراعات خود مستقله هم نهاد اجراعات خود مستقله همی که وقتی مربوط قوه اجرایی بشه این پای حکومت است و در واقع کشاندن پای حکومت در مبحث انتخابات از مسیری منحرف نیست. فضل احمد معنوی، رئیس پیشین کمیسیون انتخابات. تشکر.